بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس بررسی های کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ها و استرداد زمین های غصب شده و فیصله های جداگانه محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین های غصب شده اماراتی در 3 شهرک واقع شهر کابل، زمین های اماراتی از زمین های شخصی جدا گردیده و مالکان زمین های این شهرک ها می توانند کار ساختمانی و یا خرید و فروش را در زمین های شخصی خیش انجام دهند. محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین های غصب شده اماراتی 400 جریب زمین شهرک میرویس در ناحیه هشتم، 522 جریب زمین شهرک زازی و مجموع 1188 جریب زمین شهرک سید جمال الدین افغان واقع ناحیه 22 شهر کابل را بر اساس اسناد و قباله ها شخصی تثبیت کرد و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین های اماراتی را از آن تفکیک نموده است. بر اساس فیصله های محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین های غصب شده اماراتی، دعوای کمیسیون علیه افراد و اشخاص در این شهرک ها خاتمه یافته و افراد و اشخاص می توانند در این شهرک ها کارهای ساختمانی خیش را آغاز نمایند و ممانعتی در قسمت خرید و فروش این زمین ها نیز وجود ندارد. کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده تمام شهرک های ساخته شده در سراسر کشور را تحت بررسی گرفته تا زمین های اماراتی غصب شده در این شهرک ها استرداد شود و زمین های شخصی آن نیز بر اساس اسناد تفکیک شود.